از رونالدو فنها بابت نشر این خبر عذرخواهی میکنم. پایان تمام بحث ها. مسی رسما بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال شد. شاید طرفداران رونالدو، پله یا حتی مارادونا هنوزم در شبکه‌های اجتماعی فریاد بزنند، اما واقعیت حالا سیلی محکمی به صورت همه زده. لیونل مسی فوق ستاره افسانه‌ای آرژانتینی رسما و بدون هیچ اما اگری از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال یا به صورت مخفف IFFHS به عنوان بزرگترین بازیکن تمام دوران معرفی شد. این یعنی نه عدد گل‌ها، نه جام‌ها و نه حتی لابی رسانه‌ای هیچ کدوم نتونستن جایگاه افسانه‌ای مسی رو زیر سوال ببرن. فدراسیونی که دههاست با آمارهای بی‌طرفانش معیار فوتبال جهان رو تعیین میکنه، حالا مهر نهایی رو زد. مسی سلطان بی‌رقیب فوتبال است. در بیانیه‌ای که با موجی از واکنش جهانی همراه شد آمده، هیچ وقت بحثی وجود نداشت، نه در گذشته و نه در حال و نه آینده. فقط یک نفر لایق عنوان بزرگترین بازیکن تاریخ فوتباله: لیونل آندرس لئو مسی. حالا باید دید آیا انتخاب جنجالی برای همیشه پرونده مقایسه ها رو میبنده یا آتش جنگ بین طرفداران اسطوره‌های دیگر رو شعله‌ورتر میکنه. اما یک چیز قطعیه: تاریخ نام مسی را به حروف طلایی نوشته و دیگه راه برگشت نیست. به نظر شما حقش بود؟